اینها گزیده زیباترین و تأثیرگذارترین جملات آلبرت انیشتینه که بدون شک میتونه بسیار الهام بخش و رهگشا باشه. تخیل از دانش مهمتره، زیرا دانش محدوده، اما تخیل سراسر جهان رو در بر میگیره. زندگی مانند دوچرخه سواریه. برای حفظ تعادل باید حرکت کرد. کسی که هرگز اشتباه نکرده هیچ وقت چیز تازه امتحان نکرده. تنها منبع واقعی دانش تجربه است. اگر نتونی چیزی رو ساده توضیح بدی، آن رو به قدر کافی نفهمیدی. نبوغ یعنی 1% الهام و 99% پرشکار. در میان دشواری ها فرصت نهفته. انسان بخشی از یک کله، بخش کوچک از جهانی که در زمان و فضا محدود شده. دنیا جای خطرناکیه، نه به خاطر انسانهای بد، بلکه به خاطر کسانی که تماشا میکنند و کاری نمیکنند. دیروز از آن ما نیست، فردا نیز هنوز نرسیده، تنها امروز واقعی است. سعی نکن فرد موفقی باشی، تلاش کن فرد ارزشمندی باشی. هیچ چیز در زندگی مهمتر از محبت و همدلی نیست. مهربانی و محبت بزرگترین قدرت انسانه. خودشناسی و شناخت جهان 2 مسیر اصلی زندگی انسانه. علم بدون دین لنگه و دین بدون علم کور. شادی در ساده زیستن و درک جهان نهفته. کسی که برای دیگران زندگی میکنه بیشتر از همه برای خودش زندگی میکنه. آدمی زمانی شروع به زندگی میکنه که بتونه از خودش فراتر بره. احترام به دیگران نشانی رشد واقعی انسانه. شادی واقعی در خدمت به دیگرانه. انسان با محبت میتونه دنیای خود و دیگران رو بهتر کنه. هرچه انسان‌تر باشیم، جهان زیباتر میشه. در پایان به افتخار این بزرگ مرد تاریخ لایک کنید و تو کامنت ها هم نظرتون رو درباره این نابغه‌ای با اخلاق بگید. در ضمن سابسکرایب هم فراموش نشه.